چالش ماه اول مهاجرت با شوان، قسمت 4، خرید. اینجا توی اتریش چند تا سوپرمارکت زنجیره بزرگ وجود داره، مثل هوفر، بیلا، لیدل، اشبار و حتی سوپرمارکت ایرانی که تو آخر ویدیو هستش. ما از این سوپرها خرید میکنیم. من رفته بودم خرید روزمره خودم انجام بدم که گفتم براتون چند تا ویدیو بگیرم تا محیط سوپرمارکت و فروشگاه آشنا بشین. نکته خیلی باحالی که وجود داره اینه که هر یک از این فروشگاه ها برندهای مخصوص به خودشونو دارن و اون برند رو فقط توی همون فروشگاه میتونین پیدا بکنین. و اگر دوست دارین توی کامنت ها بهم بگین تا توی ویدیوهای آینده بهتون قیمت تک تک محصولات رو هم نشون بدم. و همونطور که میبینید بله، سوپر ایرانی که کاملا همه چی توش پیدا میشد و شما هیچ دغدغه‌ای بابت این موضوع ندارین و راحت میتونین اون محصولات ایرانی که میخواین تهیه بکنین و باش غذای ایرانی درست بکنین. تا ویدیوهای بعدی، چوس.